أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. طوبى لمن هدوا من ذيلك النهرين، ما كان للإنسان في الجوف من قلبين، لكن حبهما نسكنه في العينين، لكن حبهما نسكنه في العينين. صلى عليك الله يا سيد الثقلين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. وكذا على الحسن من وحد الصفين، وعلى الحسين والحق في الثقلين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين. تعداد من صلوا لله في الحرمين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. قسمت دهم.
و بگو همه افراد ما به این کار راضی شدند، پس هرچه سریعتر به بصره بیایید. سفارش دیگری نداری ای یار ویژه رسول خدا؟ سلامم را به امیر مؤمنان برسان و بگو پسر عم صفیت در انجام هر آنچه مصلحت مسلمانان باشد کوتاهی نخواهد کرد. خدا بهترین پاداش را نصیبت کند ای حواری رسول خدا. و توی ابا محمد سفارشی نداری؟ سلام مرا به امیر مؤمنان و فرزندانش برسان و بگو ما در انتظارت هستیم. میرسانم انشالله. شما را به خدایی می سپارم که امانتهایش ضایع نمی شود. دین و امانت و خاتمه کارهایت را به الله می سپارم. آگاه باشید که من فردا برای صلح با برادرانم طلحه و زبیر و همراهانش به بصره می روم. پس خیشتن را برای حرکت آماده کنید. به سخنم گوش فرادهید. هر کس در قتل عثمان ابن عفان دستی داشته یا در این کار مساعدت کرده با ما حرکت نکند. سلام و درود خداوند بر شما باد. ای مردم، به چادرهایتان بروید و آماده شوید. ای قوم، آماده شوید، راه درازی در پیش داریم. برویم. فکر اینجا رو نکرده بودیم. به شما نگفتم این کار به سود ما نیست؟ اکنون چه کنیم؟ همگی عثمان را نکشتیم ولی در قتلش دست داشتیم. ای اشتر، فکر میکنی که باشد ای مالک؟ صدای ابن سودا عبدالله ابن سبا کذاب یمنی است، ولی از همه زیرکتر است. کارتان به کجا رسید؟ آنچه امروز علی گفت را شنیدید؟ فردا همه سراغ ما میآیند و گناه را بر گردن ما میاندازند. با تعداد کمی که داریم چه کار میتوانیم بکنیم؟ نظر طلحه و زبیر را درباره خود میدانستیم، اما از نظر علی تا به امروز آگاهی نداشتیم. اگر با آنها صلح کند در واقع بر ریختن خونهای ما توافق کرده. پس چاره چیست؟ آنها را رها میکنیم و هر کس به شهر خیش باز میگردد. بدترین نظر است. به خدا قسم مردم شما را در راه پاره پاره می کنند. بنابراین هیچ راه گریزی نداریم. چرا؟ راه های فراوانی پیش رو دارید. خداوند را سپاس میگویم که به ما توفیق صلح عطا نمود و ما را به جنگ و تفرقه مجبور ننمود و انشالله پس از صلح با امیر مؤمنان به سراغ قاتلان عثمان می رویم. الحمدلله که سرانجام کار چنین شد. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چه خبر پسرم؟ امیر مؤمنان میخواهد با شما ملاقات کند. الان؟ بله، بین دو اردوگاه با هم ملاقات میکنید. کجا می روند ابن طلحه؟ امیر مؤمنان درخواست ملاقات با آنان را کرده. آرام باش حسن، چرا اینقدر نگرانی؟
آرزو دارم به توافق برسند و خون مسلمانان حفظ شود. توافق میکنند. توافق میکنم به یاری خدا. مطمئن باش. پروردگارا متحدشان بگردان. پروردگارا. زیاد نزد امیر مؤمنان نماندید. بر چه چیزی توافق نمودید پدر؟ بر خیر و خوبی توافق کردیم انشالله. مگر کسی هم در تقوا مانند علی ابن ابی طالب می شود؟ درست است ابا عبدالله. با استقبال نیکش تمام خستگی های گذشته را از تنم به در برد. با هم از قاتلان قصاص خواهیم گرفت. خیلی دوست داشتم با شما می آمدم. من هم همینطور. وقتی کارها به پایان رسید همه با هم به مدینه منوره باز می گردیم. اما نگفتید بر چه چیزی توافق کردید؟ با امیر مؤمنان توافق کردیم که فرماندهان دو سپاه را جمع کنیم و فردا انشالله با یکدیگر ملاقات کنیم. امیر مؤمنان آنطور که احساس کردم میخواهد به بهترین راه به اصلاح برسد. به خدا درست است. ابوالحسن همین را میخواهد. چیزی نمانده بود که جنگ آغاز شود، ولی اکنون به گونه‌ای با هم ملاقات میکنند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. دیدی طلحه و زبیر چگونه قدم بر می داشتند؟ از خوشحالی میخواستند پرواز کنند. خفه شو خراس. سخنانت در دلم آتش به پا می کند. آغوش ندیدی چگونه یکدیگر را در آغوش میکشیدند؟ گویی برادر یا پسرعمو هستند. گفتم خفه شو. وای بر ما اگر به توافق برسند. وای بر ما. به من هم بگو تا شاد شوم ای حسن. میدانی برادر، احساس میکنم کوهی از دوشم برداشته شده. خدا را شکر همه چیز به خوبی تمام شد. من نگفتم هر کاری که آغازی داشته باشد پایانی هم خواهد داشت. خدا را شکر که پایان این کار توافق بر سر حفظ جان مسلمین بود. خدا را شکر. حواست را جمع کن خراس. جای هیچ اشتباهی نیست. خون سرد باش و حاضر جواب. خون سرد؟ حاضر جواب؟ به من اطمینان نداری؟ چرا؟ ولی آماده باش. موضوع خیلی مهم است. مطمئن باش ابن سبع، مطمئن باش، زیرا من خراس هستم. به من اعتماد کن. همان کاری که میخواهی انجام میدهم. السلام علیکم. و علیکم السلام. من افرادم را برگزیدم. آیا تو هم افراد مورد اطمینانت را برای این مأموریت انتخاب کرده ای؟ خیالت راحت باشد ابن وهب. کجا با یکدیگر ملاقات کنیم ابن صباح؟ وقتش که شد مرا میبینی. ای پروردگار آسمان ها و آنچه در زیر آن است، ای پروردگار زمین آنچه بر آن است، پروردگار عرش بزرگ، پروردگار محمد، جان مسلمانان را حفظ فرما. یا الله یا الله یا الله یا رب. پروردگارا، با قلبی خاشع تو را میخوانم. ما را از جمله زیانکاران قرار مده. پروردگارا ما را اهل فتنه مگردان یا رب.
کمک کنید! دارن ما را میکشن. ما را دارن میکشن! در میبارن. کمک! ما را میکشن. چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده؟ تا به خود آمدیم دیدیم که اهل کوفه سربازانمان را گردن اما میزنند. چگونه پیمانشان را با ما شکستند؟ آنان کیستند؟ آنان کیستند؟ جنگ نکنید، دست نگه دارید. وای بر شما، چه کسی به شما دستور جنگ داده؟ کمک کن امیر مومنان، به دادمان برس امیر مومنان. چه شده خراس؟ زبیر رو داره دستش به ما خیانت کرده و شمشیر بر گردنمان گذاشتند. دست نگه دارید. جنگ نکنید. دست نگه دارید. جنگ نکنید. جنگ نکنید. جنگ نکنید. جنگ نکنید. جنگ نکنید. بس کنید. دست نگه دارید. دست نگه دارید. امیر مومنان میگوید دست نگه دارید. دست از جنگ بردارید. این تله منافقان و فاسقان است. جنگ نکنید ای مردم، دست نگه دارید. دست نگه دارید. دست از جنگ بکشید. وای بر شما، این تله منافقان و فاسقان است. دست نگه دارید. جنگ نکنید. به چادر امیر مومنان برویم. میترسم آسیبی به او برسد.
جنگ نکنی، دست نگهداری. گفتم دست نگهداری. دست از جنگ بردارید، دست نگه دارید مردم. جنگ نکنید خدایا، پروردگارا جنگ نکنید. چه شده ای زبیر؟ چه اتفاقی افتاده؟ این همان فتنه است که از آن میترسیدم. اما چگونه جنگ در گرفت؟ جنگ چگونه شروع شده ای زبیر؟ فتنه‌گران کار خود را کردند. به خدا قسم پیش بینی هر کاری را کرده بودم جز آنچه داری میبینی. نمیدانم عاقبتمان به کجا خواهد کشید. عمار، سلامم را به امیر مؤمنان برسان و به او بگو به خدا قسم من اصلا چنین نمیخواستم. من فقط برای از بین بردن فتنه به بصره آمدم. ابا محمد، بعد از اینکه دستی یک پارچه بر ضد دشمنان بودیم، اکنون به جان حق افتادیم. انا لله و انا الیه راجعون. تقدیر بوده ابا محمد. لا اله الا الله. هی سرباز، او را به بصره ببر. ای اهل بصره، ای اهل کوفه، ای مسلمانان، دست از جنگ بکشید. مسلمانان، مادر مؤمنان
و جنگ نکنید. ترک آنچه به خاطر آن از عاقبتش در هراسم هم برای دنیا و هم برای دینم بهتر است. ای مردم، ای مردم، آنان فریبکارند، ما را به کتاب خدا فرا می‌خوانند در حالی که از فرمان رسول خدا سرپیچی می‌کنند. به علی بگو دوستش دارم. امیدوارم خداوند ما را در قیامت در کنار یکدیگر قرار دهد. بشتاب، او را به بصره ببر. مادر مؤمنان شما را به کتاب خدا می‌خواند. مسلمانان، ای اهل بصره، اهل کوفه، ای اهل کوفه، به کتاب خدا بازگردید. گنج نکنید. به کتاب خدا بازگردید. اهل بصره، به کتاب خدا بازگردید. نزد مادر مؤمنان بروید. نزد مادر مؤمنان بروید. این کتاب خداست. مادر مؤمنان هم اینجاست. از جنگ دست بکشید. بندگان خدا، مادر مؤمنان شما را به کتاب خدا فرا می‌خواند. مادر مؤمنان شما را به کتاب خدا فرا می‌خواند. همین جا مرا پیاده کن. مرا پیاده کن. بیش از این دیگر طاقت ندارم. ولی هنوز ما به بصره نرسیده ایم. کمک کن پیاده شوم. خدا خیرت دهد. این کتاب خداست. مادر مؤمنان هم اینجاست. دست از جنگ بردارید. این کتاب خداست و مادر مؤمنین نیز اینجاست. خدایا خودت بهتر میدانی تنها برای رضای تو حرکت کردم. پس از ما قبول بفرما و مرا به پیامبرم محمد ملحق بگردان. اشهد ان لا اله الا الله
و اشهد ان محمدا رسول الله. دست نگه دارید ای مردم. این کتاب خداست، این کتاب خداست. نزد مادر مؤمنان بروید، نزد مادرتان. محمد خدا قاتلانت را لعنت کند، خدا لعنتشان کند. از مادر مؤمنان دفاع کنید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سوگند به اصل که انسانها همه در خسران و زیانند، مگر افراد و اقلیتی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند و یکدیگر را به حق سفارش کرده و به صبر توصیه نموده‌اند.
بهترین فرصت است ای ابن جرموس تا نزد امیرالمؤمنان منزلتی بیابی. میدانی اگر سر زبیر ابن عوام را برایش ببری چه پاداشی میگیری؟ این همان پیروزی است که برایت گفته بودم. بچه پیروزی ای مردم امیر مومنان میگوید به زخمی کاری نداشته باشید، در پی رفتگان نباشید و کسی که از معرکه گریخته را نکشید. ای بندگان خدا امیر مومنان میگوید کسانی را به بصره فرستاده تا مردگان آنان را دفن نمایند. پس هیچ یک از افراد ما به اموال مردگان دست نمیزند. اموالشان ملک خودشان و وارثانشان است. ای بندگان خدا امیر مومنان میگوید کسانی را به سوی اهل بصره فرستاده تا بیایند. ای مردم اینجا بیایید. چرا تماشا میکنید؟ عبدالله را به بصره نزد طبیب ببرید. مالک ابن بصره بکایی؟ مروان ابن حکم اموی. برای پناهندگی آمدم. پناهم میدهی؟ با کمال میل. خدا خیرت دهد ابن بصره. خدا خیرت دهد. بفرما. که آنجاست؟ من مسافرم. دیدم که وضو میگیری گفتم با تو نماز بخوانم. زنده باشی برادر مسلمان. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حی علی الصلاة حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. خدا را شکر می کنم که در حال روی آوردن به خداوند متعال مرا کشتی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پدر، عمو طلحه،
پدر، محمد، عمو طلحه، عمو طلحه. بیچاره از وقت او را اینجا آورده ایم همچنان درد میکشد و ناله میکند و هذیان میگوید. پدرم، خواهش میکنم طبیب کاری بکن درد او تسکین بیابد. خدا را شکر که زخم شمشیر عمیق نبوده و الا اکنون در صف مردگان بود. تمام تلاشم را برای نجات زندگی این جوان انجام دادم. هر وقت بیدار شد سعی کن غذا بخورد. این دارو را نیز به او بده. چیزی که مرا رنج میدهد این است که تاکنون ندیده بودم پدر این گونه بگرید. دلم برایش سوخت. گمان نمی کردم که آرزوی مرگ بکند. او به من گفت ای کاش پدرت 20 سال پیش از این واقعه مرده بود تا جنگ میان مسلمانان را نبیند. اگر به نزدش بروی او را شکسته و حیران میبینی. پس از این همه خونریزی بین مسلمین دیگر لذتی در این دنیا نمانده است. به ملاقاتش میروم. او خودش را گناهکار میداند در حالی که قصدی جز اصلاح نداشته. این درگیری علی رغم میل ما بود. به ملاقاتش میروم حسین.
الصفين وعلى الحسين والحق في الثقلين